داستان داره جالب میشه. بریم قسمت 5 ببینیم. امیر جان میتونی سری بیای خونه ما؟ میخوام دلارامو سورپرایزش کنم، فقط لطفا نفهمه. امیر نریا، عمه دام پن کرده، میخواد شما رو اذیت کنه، میخواد زندگی شما رو خراب کنه. حواست باشه، من بهت گفتم نرو. نگی نگفتی. سلام عموشون. سلام عزیزم. چی شده؟ بیا اینجا تا بهت بگم. میگم تو میدونی من چرا این وصلت رو زود قبول کردم؟ به خاطر اینکه دلارام دست از سر پسر برادر من بر نمیداشت. الانم تو خونه پیش دلارامه. اصلا میفهمی چی داری میگی؟ من به زنم از چشام بیشتر اعتماد دارم. دلارام برای من از گل پاکتره. اگه بهت ثابت کردم چی؟ همه زندگیمو بهت میدم چون من بهت باختم. ولی اگه ثابت نکردی بهم چی؟ ببین اگه تو باختی باید بیای دختر منو بگیری، اون زن خیانتکارتو طلاقش بدی، یه خونه هم بهش بدی گورش رو گم کنه بره. امیر جان، یعنی واقعا تو الان شک نکردی که اولین شرطش اینه که باید بری دخترش رو بگیری؟ یه 2-3 ثانیه با خود منطقی فکر کن چرا باید این همچین چیزی بخواد. عقلتو به کار بنداز. ولی اگه من باختم کل اموالم میشه مال تو. بیا بریم ببینم چی میگی. چه خبر اینجا دلارام؟ عزیزم اومدی؟ مرضیه جون، آقا مهدی رو آوردن بهمون معرفی کن. یه لحظه دست نگه دارین. گاف سناریو رو میخوام بهتون بگم. عمه مگه نگفت این دختر دست از سر پسر برادر من بر نمیداره؟ از طرفی مگه خود این دلارام دختر برادر این عمه نیست؟ اصلا این دلارام و این پسری که الان جلوش نشستن دخترم و پسرم موان دیگه. چجوری نمیشناسه پسرم خودشو؟ عروسی دعوت نکرده بود، شوهرش رو ندید. چی واسه تو عشق و محبت کم گذاشتم؟ 1 ماه نذاشتم قند تو دلت آب شه. جواب من اینه؟ عزیزم این چه حرفیه؟ مرضیه جون با آقا مهدی قصد ازدواج دارن. به من گفت بیام اونجا با امیر صحبت کنید. شاید مامانم راضی شد گذاشت ازدواج کنید. تو تایید میکنی حرفاشو؟ نه آقا، این خانم به من گفت شوهرم خونه نیست، بیا پیشم. دخترم هم دهن‌قرصه، به کسی چیزی نمیگه. ای مولکته، خیلی داستان داره جذاب میشه. دوستان بقیه‌اش رو ببینن. قسمت بعدی رو فردا میذارم. من فالو کن، گم نکنی. بای بای بای.